اونایی که میخوان منو متقاعد کنن دشمن منن. اونایی که میخوان منو متقاعد کنن رو مخ من میخوان برن، چون اونایی که منو میشناسن آدمن میفهمن که من متقاعد نمیشم. اونایی که منو میشناسن آدمن میفهمن که نباید زر بزنن وقتی من یه چیزی دارم میگم. اونایی که منو میشناسن آدمن میفهمن که رأی من بر نمیگرده. اونایی که منو میشناسن آدمن منو عصبی نمی کنن. اونایی که منو میشناسن آدمن زر مفت نمیزنن. اونایی که منو میشناسن آدمن میفهمن که بهشون ربطی نداره من به هر کی میخوام رأی بدم. اونایی که منو میشناسن آدمن میفهمن که آتیشم، جا اینکه آب باشی بنزین میریزی یا ای میشی پاپیچم. اونایی که منو میشناسن آدمن میفهمن که هر چی بیشتر پافشاری کنن من دو آتیشه تر میشم. حالا اگه دوست دارید پافشاری کنید، بی احترامی کنید تا بی احترامی ببینید. رو در رو امروز 5 نفر نزدیک بودن از من چک بخورن. به خاطر چی؟ به خاطر بی تربیتیشون، بی احترامیشون، فضولیشون. ربطی نداره. مگه من دارم تو خیابون از تو رد میشم از تو میپرسم به کی میخوای رأی بدی که تو هم میپرسی؟ ربطی نداره. کسی بخواد بی احترامی کنه بهش بی احترامی میکنم، کسی فحاشی کنه بهش فحش میدم، کسی فضولی کنه بهش میزنن زیر گوشش تو خیابون. میگی نه؟ امتحان کن. چون با زبون خوش 1000 بار گفتم، 100 تا پست گذاشتم، اینستامو بستید، فحش دادید، تو خیابونم باز منو میبینید گیر میدید. بعد جالب اینجاست یارو میگه به کی میخوای رأی بدی؟ میگم به تو چه؟ قرمز میکنه فرار میشه میره. بزدل آخه روانی. تو که انقدر ترسویی واسه چی میپرسی؟